مردانه بجنگه، همچون مرد ها در تاریخ نامش یادگار بمانه. بعد بره. مردن حق است. کسی میتونه از این مسیر خود نجات بده؟ چی کسی توانست حیات جاودانه پیدا بکنه؟ هیچ کسی. اما با یقین کامل استاد میشه بگه بزن، کردم شهید میشم. پرسانش کردم چرا این کار کردی؟ گفت یکی خو یقین داشتم اگه از ما تیر میشه دیگه اندی والای ما جماعت داشتم. اینه جان فدا، اینه سرباز، اینه برادر قهرمان، اینه کسی که خود فدا میکنه نمیگذاره دیگه رفیقا و اندی والایش بخوره. اگر حسابش بکنی گاهی شاید برادر به خاطر برادری قربانی را نده، اما یک سرباز به خاطر همسنگرهای خود که از گوشه گوشه از این ولایت و کشور آمدن کنار هم در یک صف استاد شدن مبارزه میکنن، خود قربانی میکنن. مردانه بجنگه، همچون مرد ها در تاریخ نامش یادگار بمانه. بعد بره. مردن حق است. کسی میتونه از این مسیر خود نجات بده؟ چی کسی توانست حیات جاودانه پیدا بکنه؟ هیچ کسی. اما با یقین کامل استاد میشه بگه بزن، کردم شهید میشم. پرسانش کردم چرا این کار کردی؟ گفت یکی خو یقین داشتم اگه از ما تیر میشه دیگه اندی والای ما جماعت داشتم. اینه جان فدا، اینه سرباز، اینه برادر قهرمان، اینه کسی که خود فدا میکنه نمیگذاره دیگه رفیقا و اندی والایش بخوره. اگر حسابش بکنی گاهی شاید برادر به خاطر برادری قربانی را نده، اما یک سرباز به خاطر همسنگرهای خود که از گوشه گوشه از این ولایت و کشور آمدن کنار هم در یک صف استاد شدن مبارزه میکنن، خود قربانی میکنن.